سلام علیکم بینندگان توجیکان آمریکا. حالا باشد در فیلادلفیا هستیم، فیلادلفیا آمریکا. این نواری که میبینید نوبت با بنزین. وضعیتی که امروز در آمریکا هست، روز به روز بنزین قیمت شده رفته است. ببینید این قدر مردم نوبت ایستادن. اکنون اینجا نوبت ایستادن هم سبب دارد. در اینجا 20 سنت 30 سنت از دیگه طرف ها ارزان تر است. به خاطر مردم میبیان از اینجا بنزین بگیرن. سالارکا اطرافش هم میخواید ببینید. این خیلی احوال بیشتر بنزین یک سال زیادتر پیش $2 و 88 سنت هم خیلی بود. اگر گویم که نرخش از من حساب کردم میگم که یک لیترش لیتر 80 سنت 85 سنت هم خیلی بود. حالا باشد کمتر زیادتر شده است. کمتر هم نه، خیلی زیاد است. از سالارکا باشد عموما نرخش کسموس بالا رفتگی است. این هم خیلی کمپانی های کلون. این کمپانی نامش از میگه BGS. کمپانی های کلون وقتی که بنزین میگیرن حتما برای نفرهایی که مثلا مشتری هستن، اعضا هستن، با همونا ارزان میشه. این مخصوص کارت دارد. در امریکا مثلا دکانایی که اپتاویک میگن که اپتاویک این همونجا ارزان میشه. پروداکت میگیره وقتی اومده برای خونه. بعد هر یک چیز زپرافکا هم دارد. حتما اینه بنزین حاضر رگولرش 3.66 است. در کوچه ها اطراف مثلا $4 است. یعنی که خیلی فرق میکنه چند سنتی. حسابی همینه آدم‌ها میبینن چکار میکنن در همینجا پر میکنن. حتما در اینجا باید ممبرشیپ کارت میگن، باید کارتت باشد. اگر کارتت نباشه پر کردن نمیتونی. این هم یک امکانیت است. برادرای محترم که باشین این میخیر. این هم BGS.